بسیار متشکرم. میگن وقت ندارم. مگه شما خسته شدی؟ زنجیر منو بافتی، پشت کو انداختی، بابا اومده. منم نمیدونم. آقای پناهی عزیز، علیرضا گلم از مجریان بسیار کچل و خوبمون هستن. کارش فوق العاده است. تا تونسته چاق شده. فقط دست شما درد نکنه آقای ریوندی. به افتخار این هنرمند عزیزمون یه دست جانانه بزنید. ارادت کامل دارم. ماشاءالله. خیلی خوش آمدید. قربون شما برم. این مردم عزیز آقای ریوندی، سازم که دیگه علی جان عزیزمون با شما، به افتخار علی عزیزم یه دست جانانه بزنید. بله به افتخارشون. بله. این مردم عزیز آقای ریوندی، شما حالا هی میگی منم ان شاءالله رژیم میگیرم، درست میشه قربونت برم، اما این مردم عزیز از شاهکارهای شما بی اطلاعن. آقای پناهی امشب چقدر زیبا شدی. دست شما یه باری نگاه میکنی شبیه یانگون میشی. اما تمام رخ شبیه بوتیفاری. خب من در خدمتتون هستم آقای پناهی. سلامت بشید ان شاءالله. آقای ریوندی، فکر میکنم آخرین باری که ما شما رو دیدیم 43 نفر رو کشته بودید، درسته؟ من معذرت میخوام. بله، بر اثر شوخی آقای ریوندی 43 نفر کشته شدن. میدونستید آقای ریوندی خودتون؟ با ایشون سوار اتوبوس شدیم. آقای ریوندی رفتن از پشت چشمان راننده اتوبوس رو گرفتن. یه دونه از اون شوخی های خیلی جالب با آقای راننده میگه ای گفتی من کیم؟ اتوبوس چپ کرد قربونت برم. گفت اتوبوس. واقعا که تشکر میکنم ازت. آبرو ما رو جلو جمع بردی. این کار درست بود. خیلی ممنون. گفت اتوبوس. یاد اتوبوس‌های شرکت واحد افتادم. توی اتوبوس از یه دختره خوشش اومد. اولین ایستگاه که پیاده شد شماره اتوبوس رو برداشت. بخواد چیکار کنی اونو؟ وقتی بچه بود علیرضا بهره هوشی خیلی کمی داشت. یک جهش ژنی بود، منتها به عقب جهش کرده بود. معلمش همیشه ازش جداگونه امتحان میگرفت. اومد گفت رضا جان به من خوب توجه کن. اسب سفید رستم مال کی بود؟ چه رنگی بود؟ گفت آقا اجازه مال زورو بود، مشکی بود. بابای معلم رو در آورده بود. قربون تو برم. آقا رضا تازه اومدن محله ما. محله رو به هم ریختیم. میگن توی محله ما خوشگلی پیدا شده. آقا هر کی قبول داره که آقای رضا پناهی علیرضا گلم از مجریان بسیار خوشگلمون هست دست قشنگ بزنه. ببین همه قبول دارن. من که الکی نمیگم امشب اصلا یه جور دیگه شده قیافت. فرق میکنه. مقصد از پشت عینک حتی چشمات خیلی زیباست. تو که چشمات خیلی قشنگی. دوستی هاست. همیشه تندرست و شاد باشید. شب بر شما خوش. دست و جیغ و سوت و هورا حسن ریوندی.